با جناب اولی چی میگفتی؟ میگفتم که سلامتی شما را میخوام. از خدا جان میخوام که نیم عمری مرا بگیره در سلامتی از شما سلامت باشه. من نمیدونم تماشاگران عزیز، لیکن همین سخنش که دل آدم رو ریش ریش میکنه. من دخترها را دوست نمیدارم، دخترها مرا دوست میدارم. کدومش رو انتخاب میکنی؟ این لحپوری. ببین دوستان، شخصی که در جمعه بینه مدینه بانو که چخیلی که همه ما و شما میشناسیمش در مدت 6 ماه بازینه ازالت‌های دیرکتور در شرکت فابریک اومده رسید. انا اکنون فرصت فرا رسید که شما هم خودی حاضر بدون رجیستراسیون کنین در تگ دست مدینه بانو. شما را در مدت 2-3 ماه بازینه‌های بلند میرسونه که از 100 تا 200 هزار معاش میگیرید. بعد چیگر نگفتن اومد که خودی حاضر کدومی که در همین رقم واتساپ مینویسه 500 روبل اتوماتیک پدرکرد داده میشه و همچنین هر ماه ای طرف شرکت فابریک با او تحفه‌های گوناگون تقدیم میکنن که از آیفون 16 سرکرده تا راحت بر تمام شهرهای زیبای دنیا. الکی معلومه که مدینه بانو در مدت 6 ماه بازالت‌های دیرکتور که اومده رسید ببینید که 264,000 روبل در یک ماه معاش میگیره. شما هم نمیخواین که مثل مدینه بانو معاش کلام گیرین. مرحمت خودی حاضر با مدینه بانو مراجعه کنین، شما را در مدت کوتاه به همین زینه‌های بلند برده میرسونن. یک سلامی گرم میساری یک شما تماشابین همیشه فعال کانال مهرپرو. اینک فرصت دست داد باز دیده به دیدار رسیدیم. میدونید در برنامه ما کی مهمون است؟ از بس که برنامه ما روبرو عنوان دارد، مهمون برنامه ما یک ستاره خردککی که بعد یک برآمد توانست که در تاجیکستان نام به نامش گردد. موفق ترین کودکی که امروز توانست که همگی را به حیرت بیارد. میدونید کی است؟ دادرک بسیار هم خردککی ما که با یک لحن زیبای کودکانه توانست که با سرودی در خانه آچه باشد. پای بردید کی است؟ بیاید شناس میشویم. کامران جان سفرزاد مهمانی برنامه ما. کامران جان خوش آمدید. خوب هستید؟ کامران جان چند سال داری؟ 5 ساله ای؟ 5 ساله. دادرچه داری؟ خواهرچه داری؟ چند تا؟ 2 تا چی؟ خواهر دادر؟ خواهر. 2 تا خواهر. ای تو مایده؟ کامران جان برآمدی تو تاجیکستان و بیرون از اون رو به حیرت آورد. همگی تو را دوست داشتن. کامران جان چی خیلی شد که شما در نزد جناب اولی برآمد کنید؟ نو ترسیدن. در صدیق برآمد کردیم. برآمد کردید، سرود خوندید. بعد چی شد؟ بعد سیونکا کردیم، در اینترنت پرتوفتیم، دادم را زنگ زدن و فایرو کردن. کجا فریاد کردن؟ به چورابینی، به کنسرت؟ پایتخت. به پایتخت. کامران جان تو از کجای تاجیکستانی؟ از چپایف. از چپایف؟ این چپایف در کجا است؟ در شهر بختار. در شهر بختار. اوه خوب. بعد اومدی بعد به پایتخت اومدی. چی پیشنهاد کردن؟ چی وظیفه دادن؟ که در پیش پرزیدنت برآمد میکنی. نترسیدی؟ نه. خرسند شدی؟ تو آرزو داشتی که در پیش پرزیدنت برآمد کنی؟ بعد وقتی که به دوشنبه اومدی اولین شده کدام سراینده رو دیدی؟ میگنم کلواره. قدیم صورت گرفت. چکا شور دختر خسرو بودن. تو نگینه مقوله میشناختی؟ سروداشو گوش میکردی؟ و تو معقول بود؟ نگینه کدوم بایده میخونه؟ یکون باید چه میدونی؟ در آغوشی تو میمیرم. آفرین در آغوشی تو میمیرم. خوب. بعد برآمد چی خیلی شد؟ وقتی نوبت ما سرسی ما صحنه برآمدم، سرود خواندم، من آدم بسیار دیدم، خرسک زدم، من خرسک شدم، سرود خواندم. جناب اولی خرسک زدن؟ اگر که از تو یگان خواهش یا که آرزویت رو میپرسیدن به جناب اولی چی میگفتی؟ میگفتم که سلامتی شما را میخوام. از خدا جان میخوام که نیم عمری مرا بگیره در سلامتی از شما سلامت باشه. وای این قدر تو شیرین سخنی کامران جان. باور میکنی این سخنت تو
من نمیدونم تماشاگران عزیز لیکن همین سخنش که دل آدم رو ریش میکند. در حقیقت یک کودک میخواهد که عمر جناب عالی دراز باشد. یک کودک میخواهد که بالای سر ما همه وقت سایبان باشند. زنده باد تاجیکستان. ما همه وقت وطن خود را جناب عالی را دوست می‌داریم. این کودکانی که حالی نوروی هستند، نو نهاده که خودروی هستند، این خیلی سخن‌ها از دلشان میبرد. احسن میگوییم، احسن. در حقیقت یک نهاده که خودروی میتواند که این گونه سخن‌ها رو از عمق دل گپ زند. اکا تشنه موندم. تشنه موندی؟ کارگردان خواهش میکنم که یک پیاله آب بیارد. این قدر کودکی که یک کودکی که این قدر شیرین زبان است که باور میکنید نمیتوانی از او چشم کن، نمیتوان از او مقصد که این قدر حرفای شیرین رو از زبان او میشنوی آب و ادا میشوی. ما با چی تحفه آوردی؟ بیت میخونی؟ بیا همه کسا ما تماشا میکنیم بیتت رو خون. در خانه آتش باشه دولتی بچه باشه در خانه آتش باشه. آفرین آفرین میگویم با کامران جان که با یک شیوه کودکانه با یک لهجه کودکانه این سرود رو بسیار هم زیبا سرایید. آفرین میگیم کامران جان. میبینم موی سرت پریچوسکا دیگر شده است. دیگر کردی؟ شکنه دوست که دینا گذران است پاسخ گناهیم که کردیم گران است. شکنه دوست که دینا گذران است پاسخ گناهیم که کردیم گران است. دنیا ابدی نیست یکی است که میره دنیا ابدی نیست یکی است که میره. این لذتی دینا با ما یک زمان است این لذتی دینا با ما یک زمان است. آفرین کامران جان در حقیقت ما رو قائل گردانید. نه بلکه ما رو کلی تاجیکستانیان علاقه پیش هنری کامران جان قائل گردیدند. تماشاگران عزیز ببینید که خیلی هم خردک است. حالا نو با زینه 5 سالگی رسیده است ولی ببینید که مثل کلون ها سرود میخواند. انتخابش وسیع است، تاثیراتش بسیار بوی است. من باوری دارم که آیندهش خیلی هم درخشان است. کامران جان راستش رو گوی آوازخوانی رو ادامه میدهی؟ کلون شوی چیکاره میشی؟ پیروچی؟ آوازخوانی چی؟ آوازخوانی را میکنم. آفرین کامران جان وعده دادن که هم ترجمان میشود و هم در برابر اون آوازخوانیش رو ادامه میدهد. کامران جان آوازخوانی در دل تو چه پیدا شد؟ در خونه کی سراینده است؟ بسیار موسیقی گوش میکنی؟ چه سراینده است؟ من خودم بیدا را گوش میکنم یاد میگیرم. کامران جان تو پول دوست میداری؟ تماشاگران عزیز واسه من دو نمود پول رو پیشنهاد میکنم که ببینید کامران جان کدومش رو انتخاب میکنن. یک تا علاقه دیده و دویمش رو هم دیده. کامران جان کدومش رو انتخاب میکنی؟ این لحپوری. آفرین میگیم در حقیقت این از آن شهادت میدهد که دلار رو انتخاب کردنش موفقیت او رو نشان میدهد که در آینده یک شخصی ثروتمند واقع خواهد ماند. اکا رحمت راضی شود. آفرین زنده باش عاشق شود. کامران جان باز یکون سرود دیگه از یاد میدونی؟ یا تا رب میدونم یا تا سرود دیگه. بهترین رب میسروی؟ بیا اول رب رو گوش میکنیم بعد سرود دیگه رو. جوانای طلایی جوانای سوندار امکیای وزمین یعنی آتادار در تای پاماتار قطکای توی سامه و بالا داینک نبا ای بچه شبه. آفرین میگی. رپ رو خیلی هم شیرین سرود بیاد بیت رو گوش میکنیم. هنی؟ یا خنده کنم گل میخونم. مرحمت. یا خنده کنم گل یا خنده کنم گل یا خنده کنم گل لبی خنده تصدقه ای گنچه دهان زیرای دندانت صدقه یا خنده کنم گل. آفرین خیلی هم شیرین میسروید. کامران جان در حقیقت امروز در برنامه ما رو قائل گردانید. کامران جان تو کلان شوی با عسکری میروی؟ میرم. من یه بای خونگی مار عسکری. خیلی خوب. با ما میخونی؟ گوش میکنیم.
آچجان گیره نکن میروم با عسکری پسرت گشت کلان که دیگر غم نخوری آچجان گیره نکن میروم با عسکری پسرت گشت کلان که دیگر غم نخوری مادران گیره نکن میروم با عسکری با حمایتی وطن و دیاری پدری من با بچه ها گفتگیم که به خدمت رویم به وطن مادر خدمت کنیم واه یک کودکی که در سن سال خردکش اینقدر وطن را دوست می‌دارد می‌خواهد خدمت کند و با جوانان توصیه می‌دهد که حتما خدمت کنند از خدمت عسکری نگریزند وطن را دوست می‌داری باز چی را دوست می‌داری اوچم را آفرین می‌برم داری اوچم کامران جان تو در صدیق می‌خوانی ها یکون دختر را دوست می‌داری من دخترها را دوست نمی‌دارم دخترها مرا دوست می‌دارم احسن من اوچجان من دوست می‌دارم آفرین کامران جان چی آرزو داری کلان شوم برای وطن خدمت کنم دعای خلق تاجیک گیرم تاجیکستان با پیش احسن کامران جان در اینستاگرام دیدیم که تو در پیش یک ماشین قیمت ایستاده عکس گرفته وای ماشین خودت ای تخویمه ای تقویت خودت میخوای ماشین داشته باشی کامران جان مردمی غریب مهاجرا ما را تماشا میکنن برنامه ما را بی‌صبرانه انتظاری میشوند و زیاد هم دوست میدارن برای مردم غریب یگان سرود میخونی کدام سرود برادرها نرنجانین نکونش که آزاری برادرها 37 پشتی من و تونش که آزاری برادرها 37 پشتی من و تونش آفرین با کامران جان در آینده برای کامیابی ها خواهانیم خوش آمدی به برنامه ما رحمت کلام از شما یک خواهش دارم از شما این سایت من است بدراین پاتیشت شکن تماشاچیان عزیز نگفتن ماند که کامران جان الکی یوتیوب کانال خود را گشوده است و اینچنین اینستاگرام خود را هم دارد میتوانید همه روزه نوگانی ها را از کانال خودش تماشا نمایید تنصیحات و خاطرجمع باشید خیر